نشنیسته بر اومده. ای بچه ها کامل هیچی نه کامت اینجا برمونجا سلام علیکم. جان شیرینه جان شیرین خبر جان بالاخره رسیدیم در دهه پسرودی ناحیه عینی. در زیر کامنتاری حتما بنویسین که در آینده کجا سفر کنیم. دوستان و تماشاگران عزیز، برای خرج نکردن پول زیادتی و وقت زیادتی شما ما авиакассаи онлайни خدمت شدیم که شما میتونید با تمام دولت‌ها در خانه‌تون نشسته بلیطاتون خریداری کنید و نگفتن اونه که نرخش دوستان چیزی که در اینترنت هست همون نرخه، حتی یک روبل زیادتی دوستان در بلاش موندگی نیست. 100% من شما را کفالت میتونم авиакассаи دادر خدمت برای همه چیزش من خودم جواب میگم دوستان. +7 996 43 24 423 دوستان در واتساپش حتما مراجعت کنید دوستان، بلیطاتون خریداری کنید، راهی صفحه میده. سلام علیکم دوستان و تماشاگران سامانه رجبعلی ابرانی. چه که دوستان شما دما وعده دادیم که با استراحتگاه اسکندرکو سفر میکنیم. امروز خوشبختانه ما همراه برادر مهربان جان اینا سفر داریم. با دستگیری شما ان شاء الله به امر الله خدا خواهد که در سفر در هر موندگی باشیم که صحت سلامت رفته برسیم. با مهربان جان اردون سخن گفتنی داشته باشید برادر عزیز. گپ تشکر زیاد برادر عزیز. دوستان عزیز بار دیگر سلام عرض میکنیم. ما گفتنی هستیم که کدام نفرانی که میخوان مثل ما با سفر برایان هر هفته نه برادر عزیزمون اکای گرامی قدرمون هر هفته دل خوش شخصانی که میخوان با سیاحت با سفر با مناطق‌های انا اون با طبیعت زیبای تاجیکستان با جای نادر را میخوان تماشا کنن برابر با همین رقم زیر نوار زنگ بزنن هر هفته میتونن که با سیاحت برایان و یک روز هم باشن استراحت کنن. تشکر زیاد زنده باشید. سفری ما باشید دوستان عزیز. الان جواب دوستان عزیز خوشبختانه ما خیلی رو تای کردیم اومدیم قریب کردیم ان شاء الله به امر الله میرسیم. با رفتی سفر ما مقصد شما را برخوردار میکنیم سیومکا میکنیم چیزی که باشه مقصد دیگه کاری میکنیم که ما تا تماشا نکنیم شما را هم در همین یعنی که استراحت ما در همین تماشای ما یعنی که شریک باشیم. به همین خاطر دوستا یک دونه لایک یک کامنتاری را حتما در زیر ویدیو بمونید. بعد بگین که ما در سفرهای آینده با کجا سفر کنیم کجا را برای شما نوار کنیم با کجا را برای شما پیشنهاد کنیم که شما مقصد بسیاری بیرون از تاجیکستان مثال در خارجه در مهاجرت در دیگر دولت‌ها با همین خاطر مثال اومدن نمیتونین حداقل در نوارای ما منظرهای زیبای تاجیکستان تماشا کنین کیفیت برین لذت برین. الان نگهبانتون در زیر کامنتاری حتما بنویسین که در آینده کجا سفر کنیم. چی گفتن ایدوداری عزیز؟ گفتنی هستم دوستای عزیز که ما نخواستیم تنها سفر کنیم، خواستیم از رفتی سفر ما نوار کنیم که انا همین 74,000 ابونچی ما هم بگذار بدونه که هم خیلی جمهوری تاجیکستان هم خیلی منطقه های زیبا طبیعتی بی‌اشتباه داره دوستای عزیز. آقا بله فقط شما هم سفر ما باشین از
рафти сафар шуморо огоҳ мекунем. ина пишти наворда бадрдин ай намозинам аппарат амекинам добара сиёнкаш добар эсо меҳнат кардем ина докад добар воизон ки ҷилва дар меҳробу минбар мекунанд. ба хидмат мераванд онсори дигар дӯстои азиз, ҳамин бародари мо Бадрдин бениҳоят як ҳамкор, ҳамкасб, бародар, рафиқ, шахсе ки муддати 10-15 сол мешавад ки бо мо дӯстай, мақсад то ба ҳол ягон вайша надидем ва фақат ҳамун гапи қабеша ба вай мега шеър қатӣ мега. дӯстои азиз, як ду мисра шеър. бале, чӣ мегӯй ягон шер дар бораи сафар бигӯ барои сафар. ҳамин ҷони ширина, ҷони ширини хадар خلاص دوستای عزیز با ما هم سفر باشه این ویدیوهای بعدی با خبر باشه دوستای عزیز چقدر که میدونه این امروی میربو جان اکای من رجب علی جان این اکای من صفو جان های اکای و در رفت طول منم یک سلام علیکم دوستای عزیز ما قرار داریم در ناحیه عینی دهه مسرود پسرود نه پسرود خلاص دوستای عزیز این جمع باید بریم کوههای سربافلاکی یک. ناحیه عینی دهه پسرود. اکنون دوستان عزیز بار دیگر سلام. بالاخره رسیدیم در دهه پسرودی ناحیه عینی. بسیار یک موقع زیبا داره میبینید دوستای عزیز. یک جای دلکش یک بله. جایی که مقصد باد و هوای تازه، بله نوکک بهار شده است. فصل بهار نو فرا رسیده است. در دیگر جورها حلقه فصل تیرما. بله بله آغاز فصل تیرم بله داره میبینید دوستای عزیز اما سبز و رجب علی برادر عزیز چی گفتنی در همین روزی که مقصد سفر کردی چی وقت چی وای کردی؟ دوستان عزیز سفر یک سفر خوب بود یک سفر نغز که ما صحت سلامت رسیدیم خدا را شکرانه میکنیم که صحت سلامت رسیدیم بعد سهار سحر خداوند روزی باشه سفر میکنیم با اسکندرکول با تماشای یعنی که همون اسکندرکول با استراحت اسکندرکول دوستان عزیز حالا امشب ما مهمونیم در همین دهه پسرود دوستان مقصد نامش پسرود از سبب که همین رودی که میگذره دریاچه که میگذره از دهه پستر بله از دهه کمی پستر است دهه پسرود جرا نام موندن دهه پسرود بله بای با ای رفتی نبرو ای رفتی یک تماشا شد پایان میره خودت برادر ما برادر جون اونجا چی دارم یک کوه سفر که این اکنون برادر عزیز میگه دوستای عزیز همین رفتی نوار ما میگیم
این ریال نیه اگه جای وای نداره همین ریال نیه زمین دام ما پایون تلا میکنم تا میاره برو تنهایی بیا خفش کنه میری مخدوم پارتیات بگیره بله. همه چی نشه خیلی تمیره او برای تمام بیا میری ها الان نگهبان تو دوستان عزیز چه؟ سهر با ای کن نگاه چی خیمه بروی همین باچا مبارکه دوستای عزیز مبارک نشیرسته برو اومده ای بچه ها کماز نیستم اینجا دا اکای صفا اگه کماز نباشه تیروس پیروس نبندیم نمیشه یا بسم الله الرحمن الرحیم انا غولینگ نوعیه عینی نگاه کن دام میرم 50-60 این اما سر ما میتونیم بله سر قبچه شباریم اینجا خوکش ترشه ما کامera بخوام این نگاه که در زمین این میره غولینگی کیلواکی میگنید ها که صفا غولینگ دوستای عزیز باور کنین یک چیزی که در 25 سال حیات من ندیده بودم غولینگ زردالو را ما فقط در بالای درخت میدیدیم پایان میپاییدیم میخوردیم این باور کنین نگاه که در زیر سنگ غولینگ برآمده در بالای سنگ قاق کگه غولینگی کیلواکی با فکر میره کیلواکی میگن غولینگی سنگی اینا دوستای عزیز اینا نگاه کنین این توزه حلوله بچه این سختی باد به نه که میره شکر کردی میخری با فکر کم ترک چیه نبو بخور همه برادر عزیز من خیرالله فاروق میگفت که نوحیه عینی همه خیلی غولینگ نه بده در حقیقت هست بله دوستان عزیز امروز دومین روزی سفر ما که ما مقصد در راه سفرم اینه که با اسکندرکول سفر داریم دوستان ما رفتیم یک شب در عینی در دهه پسرود ایستادیم دم گرفتیم استراحت کردیم هزار احمد اکد که ما را باور کرد با طور عالی مقصد میمونداری کرد هزار احمد اکد جان دینا داریم خدا خواهد با طرفای ما میریم خلاصه گپ که سفر بهترین گذشت نه که خدا خواهد 24 کیلومتر دیگه برای اسکندرکول رفتن موندگی های خدا خواهد ما طرف اسکندرکول سفر داریم دوستان عزیز نگفتن نماند که کدامی که میخواه که همین اسکندرکول بیاید هفته دیگه روزی پنجم ششم یعنی که روزی شنبه و یک شنبه برادر ما سفر داره با همین اسکندرکول کدامی که میخواه که مقصد بیا استراحت کنه تماشا کنه کیف صفا کنه عصبو را آرام کنه دوستا رقمای زیر همین ویدیو ده یا این سایت یکم موندم در زیر ویدیو مراجعت کنین اکما 100% شما را بگیم که میاره میرسونه استراحت میکنیم با خواست الله ساخ سلامت برده میرسونه تو با پای کاراتون میشین برادرای عزیز چی گفتن اینا مرحمت گپ زنید تشکر زیاد گفتنی هستیم بینندگان عزیز که فقط همسفر ما باشید از همون جایی که سفر میکنیم از اسکندرکول یعنی همگی 24 کیلومتر دیگه موندگی نوارهای خوب و جالب و پیشکش شما میکنیم که فکر میکنیم برای شما یک الهام تازه میباشه ما که صفو بله رفت سفر در شما
سنبولی بگونه به سوایی باغی وطن از بلبلی بگونه به سوایی باغی وطن از بلبلی بگونه به دشت و سرای وطن مرا گلستانی رم یک گلی خاری وطن از صد گلی بگانه به یک گلی خاری وطن از صد گلی بگانه به تختی سلیمانی من است تختای سنگی وطن تختی سلیمانی من است منزلی تلخی وطن از آمولی بگونه به منزلی تلخی وطن از آمولی بگونه به салому алайкум дӯстони азиз ина мо хушбахтона ба истироҳатгоҳи искандаркул ҳамроҳи бародармон сафоҷон ҳамроҳи додари азизу меҳрубонҷон хушбахтона расидем омадем ина бародари мо уже аллакай кору бора сар карда оли арақҳои танаш нарафтагӣ уже гуфте ҳам гапҳо ки фикри шикам биҳами бародара дидагиай мақсад намиҷа ташкилича иншоалло ки 1 миллион ай дӯстон хай боли овозӣ повозӣ истусу мешавад дӯсто мақсад навор мекунем барои шумо пешниҳод мекунем биёин истироҳат кунем алло бояд чанд қайга пулин шавад ки баъд дида бимоним боли хирак ак бестан лахша шавад барои насӯзондани шашлик мо катеристо шашлик пазирам ёд гирифтем қариб ки шумо мепазохи сиёҳ мешавам чӣ гуфтани бародари ман гуфтанем ки дӯстои азиз шумо фақат тамошо кунем монем шашлика чӣ хеле мехӯрам ман фақат хӯрдан назар дорам фаромӯш накунед ҳамин ҳафта рӯзи панҷум шашум яъне ки рӯзи шанбе якшанбе бародари мо сафар дора бо ба ҳамин истироҳатгоҳи искандаркул метавонед кадоме ки хоҳишманден бародарда муроҷиат кунед ҳатман шуморо хуб гем ки сусро оварда мерасона истироҳат мекунед дӯстон алло нигаҳбонтон ҳамсафари мо бошед дӯстон هیچی نه کامت اینجا مهربان جان سلام علیکم اکا صفا جان زنده باشی اکا
دوستان عزیز خیلی که ما در نوار موندیم دیدیم تماشا کردیم حالا پول اسکندرکول بود حالا اینجا باشه وعدت‌پد یعنی اسکندرکول یعنی که پایونتر یعنی اسکندرکول یک چند متر پایونتر اینجا وعدت‌پد است حالا ما کادرش هم میمونم دوستان تماشا کنیم ببینیم لذت ببریم و بخواهیم که اینجا را یعنی که در نوار نه و در حقیقت یعنی که با طور زنده ببینیم دوستان تماشا کنیم علاوت بریم در رقم‌های زیر ویدیو برادرمون را مراجعه کنید حالا روزی پنجم ششم یعنی که روزی یک شنبه و یک شنبه هفته یعنی روان خلاصه اگر که برادر ما با همین منطقه سفر داره حالا کدامی که خواهشمنده میتونه در رقم‌های زیر ویدیو زنگ بزنه بیاید تماشا کنه استراحت کنه دوستان نوار را تماشا کنین یک لایک یک کامنتار یارا دوستان برای ما دریغ ندارین با شما فرمایش بدین که ما کجا را نوار کنیم و کجا را بریم تماشا کنیم برای شما پیشنهاد کنیم الان جواب از دلیر است. سلام علیکم برادرو سفرها بخیر سفرها بخیر چی دوشه اسکندرکول مکانی می‌دهد زیبا هوای دلنشین دریای نفسه ایامو کل اسکندرکول میره تقریبا سالای چند وقت سفر اسکندر مقدونی که با همجا سفر کرده ایامو وقت میره اسکندرکول میره برادر عزیز ولی با که کی سفر داری همین طرفو نصیب روزای پنجم و ششم شنبه و یکشنبه او سفر داریم باید با نصیب کرده باشد میویم علاوات میبریم ایستی رو آز بکنیم بچه دوستان و تماشاگران عزیز ما ششلیک بگیم که پشتی 50% پختیم نیت کردیم که هوابازی کنیم دم بگیریم استراحت کنیم که انا بارون بارید مقصد به همین خاطر اینا برادرها خاطر به یک نیت به یک مقصد اومدیم که هفته دیگه بیاییم با خدا خواهد اگر خداوند مقصد یگان کار یگان چی انا سری رای ما را نگیره ما حتما مقصد میایم نه که اگر کار داشته باشیم نه که برادر عزیز حتما میره ان شاء الله خدا خواهد صحت سلامت بریم برسیم روز پنجم ششم روز پنجم ششم یعنی که روز یک شنبه برادر ما حتما میاد دوستان کدامی که خواهشمند میخواد که بیاید حتما در نمرای برادر زنگ بزنم زیر ویدیو داموندگی گفتن همون اینام شما رجب علی ابرانی مراجعت کنید حتما برادر ما برای شما سکیپ کم میکنه دوستان الان نگهبانتون